جوانان و نورسان که آینده سازان دولت و ملت دانسته میشوند، در جواب غمخواری های حکومت مملکت شکرانه صلح و ثبات و آزادی کشور را به جا آورده، برابر دیگر قشرهای جامعه در تجلیل سزاوار از جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی سهم خود را گذاشته ایستادند. در ناحیه روشن کودکان و نورسان گردی هم آمده به استقبال 30 سال آزادی کامل وطن مهرنامه خود را به کشور عزیز به نام تاجیکستان تقدیم نمودند. جشن استقلال ما بادا مبارک دوستان، بخت ما اقبال ما بادا مبارک دوستان، سرور ما تاج دولت بر سری تاجیک ماند، تاج زرین خال ما بادا مبارک دوستان. به استقلال میهن سجده آرم، نمازم را به درگاهش گذارم، بخوانم آیت شکرانش بیش که استان هدیه پروردگارم. برخی خوانندگان در این تنتنه به کشیدن رمزهای آزادی و استقلال میهن پرداختند که نقش‌های مانده نورسان انعکاس کننده مهر و اخلاص و محبت و وطن دوستی آنها می باشد. بود فرخنده استقلالت دوست، شود پاینده تر اقبالت دوست، رسیدی بر مرادت ملت من، مبارک ای مبارک سالت دوست. باعث خوشنودی و افتخار بزرگ است که تاجیکستان ما امروز در عرفه یک جشن بزرگ قرار دارد، استقلالیت دولتی. و چه قدر زیبا است این واژه بسیار مقدس که در نهاد این تمام هستی زندگی نهان است. در فضای صلح و ثبات زندگی کردند و نسل نورسه که امروز با یک چهره کشاده، با یک استعداد بزرگ جمع آمدند و استقلالیت را جشن گرفته ایستادند، اینا درک میکنند که این استقلالیت به آسانی به دست نآمده. یعنی ابرمردان بزرگ ما در میدان نبرد برای به دست آوردن این گنجینه بزرگ جانبازی‌های زیادی کردند تا استقلالیت دولتی را به دست آورند، تا این نسل امروز در فضای صلح و ثبات زندگی کند. باید گفت گذشت جشنی نورسان معنای خاص را به خود دارا بود. از چهار طرف آمدن و به هم پیوستن کودکان و نورسان مفهوم اتحاد و سرجمعی و به هم آمدن خلق تاجیک را در عرفه استقلالیت دولتی معنی داد می کند. محض اتحاد و سرجمعی ملت کشور عزیز ما را صاحب استقلال و آزادی گرداند. شادی و نشاط دوسترویکان در تنتنه جشن حد و کنار نداشت. آنها با همدیگر در فضای عیدانه خرسندی می‌کردند. لبخند آنها خود نشانه آزادی ملت است. تنتنه را خوانندگان در صحن مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه روشن ادامه دادند. لازم به یادآوری است که یگان جشن و محفل مردم کوهستانی بدخشان بی رقص و سرود نمی‌گذرد. این است که در صحن مکتب برنامه رنگین کنسرتی با اشتراک نورسان خوش‌آواز و رقاصان بهترین مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه منظور اشتراکداران گردید. تاجیکستان، تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. بخت و نشاط ما ببین، تازه حیات ما ببین، در راه صلح استوار از مثبات ما ببین. صلح صداقتی زمان، صلح امید مادران، صلح لوای دوستی،
صلح حیات جاودان. در برنامه فرهنگی طالب علمان نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرکت ورزیده برای مسئولین این چاره‌بینی مخصوصا سارا مظافرشایوا که تشبسکاری تنتنه بود اظهار سپاس نموده قید گردید که محض با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صلح و ثبات در دولت پایدار گردید و فیض و برکت به هر خاندان تاجیک و تاجیکستانی راه یافت. امروز سرجمعی ساکنان ناحیه و خرسندی کودکان خود نشانه آزادی کامل محسوب می‌یابد و برگزار گردیدن چاره‌بینی‌های همگون برای بلند برداشتن هویت ملی، احساس خودآگاهی، وطن دوستی و وطن پروری و مهر و محبت خوانندگان به دیار زمینه خوب می‌گذارد.